سلام، خوش اومدید دوست خوب من. امیدوارم که شاد و شنگول و سلامت نشسته باشید پای کامپیوترتون و آموزش ابتدایی فتوشاپ رو نگاه بکنید. خیلی از دوستان به من میگفتن که یعنی برام ایمیل فرستاده بودن که یه سری آموزش بذاریم کاربردی، به خاطر اینکه اینترفیس فتوشاپ رو بشناسیم، با فتوشاپ بیشتر آشنا بشیم. کسایی که اصلا فتوشاپ نمیدونستن این درخواست معمولا از من میکردن و چشم برام این کارو انجام میدم. امیدوارم که به دردتون بخوره. در هر صورت من میخواستم که آموزش‌های فتوشاپ هم جوری باشه که شما ابزارها و منوها و تمام پلت‌های فتوشاپ بتونید یاد بگیرید. منتها ظاهرا دوستان دوست داشتن که با این روش آموزش رو ببینن. باشه، من چند تا آموزش ابتدایی میذارم برای کسایی که فتوشاپ اصلا نمیدونن و دوست دارن که فتوشاپ یاد بگیرن. خیلی خوب، شروع میکنیم. 1 2 3. اولین کاری که انجام میدیم، مثلا ممکنه فتوشاپمون این شکلی باشه. اولین کاری که انجام میدیم توی فتوشاپ CS4، حالت فتوشاپ رو من به حالت پیش‌فرض یا همون دیفالت در میارم که شما بتونید قشنگ حالت پیش‌فرض فتوشاپ CS4 رو ببینید که وقتی فتوشاپ نصب میشه و باز میشه به این شکل هست، همه چیز سر جاش، مرتب و منظم. خیلی خوب، از اولین چیزی که شروع میکنیم توضیح در مورد این قسمت هاست که میریم سراغشون. بالاترین قسمت فتوشاپ منوهای فتوشاپ هستن که اصطلاحاً بهشون میگیم منیو یا منیو بار. منو فایل، ادیت و یه سری منوهایی که از CS2 به بالا مثل 3D اضافه شدن بهش و منوهایی که داخل، منوهای بیرون ریزی که داخل اون هستن. به این قسمت بالا میگن منیو بار. قسمت زیر اون اسمش پراپرتی باره یا پراپرتیز، که این پراپرتی بار اتفاقی که براش میفته موقعی هستش که شما یک کدوم از این ابزارها رو انتخاب میکنید که توی منوی تولز هستن یا تول بار، که ما به این قسمت میگیم تولز یا تول بار که منوی ابزار اون میشن. من هر کدوم از اینا رو که انتخاب بکنم، این پراپرتی بار نسبت به این ابزارم تغییر میکنه. یعنی عملا این اشکال با این پنجره کوچولو به هم لینکن. ببینید الان ابزار موو من انتخاب هست و پراپرتی ابزار موو من اینجا باز شده. ابزار مارک رو انتخاب میکنم، رکتانگولارش رو، و اینجا پراپرتی بارش انتخاب میشه. آی دراپر رو انتخاب میکنم و پراپرتی بارش انتخاب میشه. یا تکست یا پت یا شیپ ها رو انتخاب میکنم و اینجا پراپرتی بارشون انتخاب میشه. و حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم، بگم یه فایل جدید میسازیم، به فرض با این کار انجام میدیم، این پراپرتی رو تغییر میدیم و چه اتفاقی میفته. منتها به خاطر اینکه سریع بتونیم درک بکنیم این پراپرتی بار کارش چیه، من اینجا یه کار خیلی سریع انجام میدم. یه فایل باز میکنم، مثلا سایزش مهم نیست، براش رو انتخاب میکنم. مثلا این انتخاب رو ببینید پراپرتی بار من به چه شکله. براش رو انتخاب میکنم، پراپرتی بار من عوض شد و چه اتفاقاتی اینجا میفته. بعضی از این اتفاقات میتونید ببینید. یه خط میکشم، اینجا میتونم سایز قلم رو تغییر بدم. البته خیلی جا میتونم سایز قلم رو تغییر بدم. همینجا روی صفحه میتونم رایت کلیک بکنم، سایز قلم رو تغییر بدم. منتها ما داریم این قسمت رو الان توضیح میدیم. بکشم، سایز قلمم رو بزرگتر میکنم، هاردنسش رو کمتر میکنم و میکشم. اینجا مود مالتی پلیرش رو تغییر میدم که موقعی که اینجا خواستیم با لایه ها کار بکنیم و این قسمت رو براتون توضیح بدم، این قسمت رو هم براتون توضیح میدم. اپاسیتی یعنی مقدار شفافیتش رو تغییر میدیم